ببینید گندم اینجا خیلی کلان. دوستای عزیز جایشون خالی شبتل. خب دوستای عزیز دیگه برم کم کم سلام طرف هم. سلام دوستای عزیز، امیدوارم که جور صحتمند و سرحال باشید، در کنج دنیا هستید، خوش و خرم باشید. خوش آمدید امروز برنامه از ما. دوستای عزیز قرار است که امروز بریم در قل کشتا دیگه امی طبیعت است که چی رقم جای دیگه. دوستای عزیز زیاد پر حرفی نشنه، بریم طرفی. دوستای عزیز ما رسیدم در وسط زمین دیگه. ما قدر جای خوب شنیدم، جای خوب شد او طرفه دیگه، این طرف هم خوب تر. بس شانسی ما بودم در وسط کنج تمام جای شنید. خرابه پیشتر برم سعی کنم پیشتر چیه که گندم کشت کده یا که شبتل عشقه یا چیه. شما هم سعی کن شغلک از ما رو سعی کن چی رقم گرچند که ما بودم خیلی بچگیش سعی معلوم نمیشه. چهار طرف از فقط سعی کنید. سعی هم از گندم دمای دوم زمستان. خیلی خوب جای دیگه اینجا. خب بریم سنو طرف بریم چی رقم جای. دوستای عزیز حمایت یادشون نره دیگه به یک لایک یک کامنت بهترین حمایته. شما یک لایک کامنت کنید بهترین حمایت لازم حساب میشه دیگه. امیدوارم که از این ویدیو خوشم آمده باشه دیگه. از گندم خب دوستای عزیز دیگه بریم سنو طرفا بریم دیگه. شما قصه ده بری دیگه. راهایش خیلی خطرناک راهه. یک بار هنگیتی بود نگنی پایدن بلخشه دیگه رفتیم. گندم ها اینجا خیلی کلان نشسته که دوستان ببینید گندم ها اینجا خیلی کلان نشسته. خب دوستای عزیز بریم بخمزو خانه خود چیه یک درختم نبیخشه بخمزو بریم
که اونجا چی هست. خیلی خارم زیاد است رو بخدا. دوستای عزیز دیگه در کامنتات من نوشته کید که شما از چی نوع غذا خوش میاد. غذای مورد علاقه شما چیه؟ ما خود جان ما خیلی عاشق دوست دارم. خیلی عاشق خوش دارم. دیگه انشالله ای وقت شد حتما جور منیم و ویدیو میگیریم بله شما میرم دوست. دیگه شما هم در کامنت ها بگید که غذای مورد علاقه شما چی؟ از من پاش اگم دیگه ببینم شما چی؟ اینجا هم دوستا بازم چیز خاصی نخواد باشه. یک درخته و یک نیست چیز گیرم خبر ندارم داخل از چی شده زود طرف برم. حالا ما خیلی خوب سرسبز شده نیست. خیلی جای خوب. دوستای عزیز در این وقتا که ما رفیق دوران طفولیت که باشه هر دوی آدم اینجا باید بسکده بگرده چی خوب جاییم در نظر شما. این طرف هم که باغه ساکت باغا چیز کلان یک دونه باغ یک سرش اونجا یک سر دیگهش اینجا شد خوردایش هم باش خورد چی بازدهی گرمی ما کرتی هم پشتم کرتی هم چرمیه دیگه بدونشم خبر دید کرتی چرمی چی کنم یخی یخ و گرمی گرم. خب دوستای عزیز دیگه برم کم کم سمت طرف ها سمت طرف برم که سمت طرف برم سمت طرف پایین برم که در کجا خواد برسیم. دوستان در نظر شما در شهر خوبه یا مثلا در دیهات باشه خوبه؟ ما تومی زمستانه دیگه خیلی هم گرمه هوا مالستان اینجا نخوده اصلا برف مرف آغشتش خبرم نتونم دیگه شبتلای نخودشت گندم میدونه سگ دمون جست خدا کنم مونده ولی ما خیز نکنه یک وقت بعد ما سخیل ترسم مخون. خلاصه رفت سگ ترس برد و نظر درسته از اینجا بمده بریم کم طرف پایین بریم. ما تازه کم داد من دو طرف بودم دو طرف بسته جای نبود
اونو طرف هم خوبه و از اینی طرف خیلی خوب جای. خب سرسبزی جای شما دوستا خالی شد. بس کسا خیلی داشته شده افغانستان نم داشته و پشت ازی تو جاها دیقش داشته دیگه هم از امی کشتا خیلی واقعا ما اول فکر نمیکنیم میقدر منظره خوش باشه ولی فعلا خیلی لوکس. اما بخیر خیلی خوب خود خیلی خوش اومده چه از این وقتر نمده اومده اینجا. راستی از نظرم سبا 5 شد به دیگه خبر ندارم یه ویدیو ده استش روز چندشون بمیرسن دیگه سبا هم به نظرم روزه میگیره ما مجبوری روزه بگیری دیگه والا هنزی روزه هم دیگه نمیدونم چی بگم درباره روزه هیچ چیزم گفتنی ندارم. شبتل دوستای عزیز جایشون خالی شبتل واقعا شبتل نلغه خیلی خوب مزه میده جایشون دوستا خالی واقعا خوب مزه میده ما خیلی مزه داد سم مورد مخرف. خب دوستا کم کم بری طرف پایین دیگه ما کم کم طرف خانه برم دیگه تقریبا یک ساعت مشک هم میتونم دی طرف کم کم ما طرف پایین برم زو تیلو برم کم از این طرف هم یک ویدیو بگیرم برای شما. خب دوستای عزیز امیدوارم که از این ویدیو خوش مانده باشد. دوستای عزیز تا ویدیوهای بعدی الله نگهدار شما.